از تاجیکستان به من تماس کشید، گفت من در روسیه کار میکنم. تقوا رو ببینید، ترس الله رو ببینید. گفت من در جای کار میکنم بین راه هست، تمام روز زنان روس، دختران روس برهنه هستن، پاهایشون برهنه است، شانه هایشون برهنه، از پیش روی متر میشه. هر وقتی که از جلوی روی متر میشه من سر خود پایین میاندازم، پیش من میاین سودا خریدن، من سر من پایین میاندازم، من منت میکنن. جناب مولانا یکم را به من نشان بدی که من چشم من به حرام نخورم، از الله میترسم، من از الله میترسم. در روسیه زندگی میکنم، میگه یکم راه به من نشان بدی که امی چشم من به حرام نخورد، به این دخترای روس چشم ما اصابت نکنه، از الله میترسم. آیا خدا من مؤاخذه نمیکنه؟ من به دخترها سودا میفروشم، من خدا مؤاخذه نمیکنه؟